رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای مراقبت کسب و کار خود می‌گمارد و وقتی از سفر ایشان یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم برمیگردند و بیشتر با او در تجارت می‌پردازند. حالا بیشتر با رسول الله صلی الله علیه و سلم آشنا شده بود و تصمیم گرفت که با او ازدواج کند. فقط می‌خواست به خاطر یک دلیل با او ازدواج کند، بلکه دلایل زیاد ازدواج با رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داشت. به خاطر که او در آن زمان مرد شریفی بود و انسانی بود قابل اعتماد. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم ثروتی نداشت و مانع دیگری وجود داشت، این که خدیجه از وی بزرگتر بود. اما این مسئله نبود قابل بحث برای آن حضرت. تنها مسئله بود این که رسول الله صلی الله علیه و سلم فکر می‌کرد خدیجه ثروتمند هست و شاید به همین دلیل رسول الله را قبول نکند.